الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واقعا هم چنانه که از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت شده است، میگویند لو کان الفقر رجلا لقتلته. اگر فقر و کمبغلی مرد می بود میکشتم، با دستانم میکشتم آن را. میگویند بله، فقر و کمبغلی یک فتنه خیلی سخت و وزنین است که مانند یک شب سیاه تاریک است که انسان رو غم زیر میکند و بسیار از نفرهای هستند که از سبب قرض و از سبب کمبغلی سخت چیکار میکنند؟ در شبها خوابشان نمیبرد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانه که در دعاها آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم هر صبح و هر شام و بعد از نمازها پیامبر صلی الله علیه و سلم از کفر و از کمبغلی پیامبر صلی الله علیه و سلم پناه می جستند. و پیش از آن که دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم را برایتان گویم، یک چیز را تاکید میکنم که دوستان عزیز، ما یک نواری کرده بودیم درباره دعای نجات از قرض و در شرح در زیر نوار یک چند نفرها نوشتند که دعا از قرض یگان دعا وجود ندارد و یگان دعا تو را از قرض نجات نمیدهد. تو باید چیکار کنی؟ کار کنی و تو باید قرض را پرداخت کنی. برادران عزیز، سبحان الله، ما نگفتیم که در خانه نشسته فقط دعا کن قرضت را الله نجات میدهد، تو را از قرض نجات میدهد. یا ما هرگز گفتنی نیستیم که تو در خانه نشین یا در کنج خانه و در کنج مسجد نشین و فقط تنها دعا کن الله تو را از کمبغلی و از قرض و از همه چی نجات میدهد. انسان عاقل چنین نمیگوید برادران عزیز، ولی شاید بعضی نفرها در دلشون کینه و بغض و نمیدونم چه ها دارن نسبت اسلام و نسبت احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که سبحان الله یا از سبب جاهلیت و نادانی است که چنین کامنتاری ها می نویسن. نعوذ بالله، این انسان را خودش نفهمیده به سخن کفر را گفتن برده می رساند. برادران عزیز، سبحان الله، انسانی که نفری که به دعا مسخره میکند، به دعا تحقیر میکند و استهزا میکند، نعوذ بالله، چنین انسان ها گویا به عبادت مسخره کرده ایستادند. زیرا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانه که در حدیث صحیح آمده است از نعمان بن بشیر روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند الدعاء هو العباده. پیامبر میگویند دعا این عبادت است. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم همون آیه سوره غافر را تلاوت کرده میگویند و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین. یعنی الله چی میگوید؟ الله میگوید که پروردگار من و شما میگوید که شما مرا دعا کنید، من دعای شما را اجابت میکنم. الله در چندین آیت ها گفته ایستاده است که شما مرا دعا کنید، من دعای شما را اجابت میکنم. الله مهربان است. الله دعای بندهش رو وقتی دعایش خالصانه و صدقاً میشود الله اجابت میکنه. و در ادامه آیت الله چی میگوید؟ میگوید آنهایی که از عبادت من تکبری میکنند و روی میگردانند جزای آنها چیست پروردگار؟ جزای آنها سیدخلون جهنم داخرین. آنها با خواری و زاری به جهنم وارد میشوند و داخل میشوند. نعوذ بالله. و الله حق سبحانه و تعالی در این آیت برای ما و شما آشکار گفته ایستاده است که دعا عبادت است و کسی از عبادت من روی میگرداند گویا از نماز روی گردانده ایستاده است و چنین نفرها به جهنم وارد میشوند. بنابراین برادران عزیز، هرگز پیش از آنه که در یک مسئله فکر خود را بیان کنیم از اهل علم بپرسیم، یک کمی تفکر کنیم. نخود انسان به دعای پروردگارش مسخره کرده گوید که این دعا تو را نجات نمی بخشد. نعوذ بالله. بیایید اکنون برادران عزیز ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشوای ما و شما، آنی که ما کوشش میکنیم هر یک سنت های او به او چنگ زنیم و قدم به قدم میخواهیم پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم، با آنهایی که میخواهند
پیرو پیامبر صلی الله علیه و سلم باشند. بیاید این دعا را از پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه از کمبغلی و فقر پیامبر صلی الله علیه و سلم پناه می‌جستند. البته پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث‌های زیاد روایت شده است، ولی از همه آسان‌ترین و سبک‌ترینش را برای شما انتخاب کرده ان شاء الله نقل میکنیم. از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت شده است که میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنیدم که چنین میگفتند: اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. یعنی پروردگارا، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند که پروردگارا، من به تو از کفر و از کمبغلی و از عذاب قبر پناه میجویم. و همچنین از عبدالرحمن ابن ابی بکرته رضی الله عنه روایت شده است که میگویند پدرم را میشنیدم که هر لحظه پس از نماز چنین میگفتند: اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر و اعوذ بک من عذاب القبر لا اله الا انت. و همچنین در روایت دیگر آمده است که مسلم ابن ابی بکر، پسر دیگری ابی بکر رضی الله عنه، از پدرشان روایت کردند که پدرشان هر صبح و هر شام دعا کرده میگفتند که اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر و اعوذ بک من عذاب القبر لا اله الا انت. وقتی میگویند پدرم را شنیدم که 3 مرتبه صبح و 3 مرتبه بیگاه پدرم چنین میگفتم، از پدرم پرسیدم. پدرم گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنیدم که چنین میگفتند. یعنی همین دعایی که گفتیم همون را پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند. معنایش چی است؟ معنایش پروردگارا، من به تو پناه میبرم از کفر و از کمبغلی و از عذاب قبر به تو پناه میبرم. خلاصه این دعا را 11 مرتبه در یک روز، یعنی 3 مرتبه صبح و 3 مرتبه بیگاه و 5 وقت نماز، 5 مرتبه بعد از هر نماز، در مجموع 11 مرتبه اگر ما گوییم ان شاء الله هرگز به ما و شما کمبغلی تاثیر نمی کند و الله حق سبحانه و تعالی هم نفس ما و شما را، هم مالا و هم نفسا ما و شما را از کمبغلی و از همه بحران و از همه قرضها و از همه گزنگها الله حق سبحانه و تعالی نگاه می دارد. و وقتی ما و شما صدقاً در مجموع چنانه که گفتیم 11 مرتبه، 3 مرتبه صبح، 3 مرتبه بیگاه و 5 مرتبه بعد از 5 وقت نماز این دعا را صدقاً دعا کرده و الله حق سبحانه و تعالی پناه میبریم، الله حق سبحانه و تعالی ما و شما را از کمبغلی و فقیری و از ناداری و از قرضها ان شاء الله الله حق سبحانه و تعالی نجات میبخشد و نگاه میدارد. الله حق سبحانه و تعالی را دعا کنیم که الله هر یکی ما و شما را از این بدی ها و از فتنه های دنیا و آخرت ما و شما را الله حق سبحانه و تعالی نگهبان باشد و الله حق سبحانه و تعالی هر یک بنده مؤمن را هم در این دنیا و هم در آخرت سربلند، عزتمند و سرفراز بگرداند. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.